کتاب فریدون 3 پسر داشت. نوشته عباس معروفی. تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. شاید همه چیز با اعدام تو آغاز شد. مامان گریه نمی کرد، دیگر دست روی قالی نمی مالید، فریاد نمی کشید و نفرین نمی کرد. آرام شده بود، با بینی باد کرده، چشمهای قرمز و دقتی که تا آن روز از خود بروز نداده بود. گفت: ایرج پسر تو نبود؟ من حالا فقط 3 پسر دارم، اسد و مجید و سعید. خاک تو سرت. شرایط اینجوریه بانو، انقلاب شده، باس بفهمی. اصلا نمیخوام بفهمم، فقط تلفن بزن اسد بیاد اینجا. پدر سعی کرد خود را به جای همیشگیش برساند و بنشیند. به نظر می آمد که دیگر نای ایستادن ندارد، اما مامان راهش را سد کرده بود. تلفن بزن رئیس لعنت آباد بیاد. خودت تلفن بزن. شماره‌شو ندارم. پدر با دست مامان را کنار زد و خود را به پشتیش رساند. خمیده شده بود. نشست، مچاله و لرزان، با سیگار وینستون معمولی که خاکسترش بارها بر قالی ریخته بود. سرش را زیر انداخته بود و داشت سیگاری با آتش قبلی میگیراند. مامان بالای سرش ایستاد. تلفن بزن بیاد، وگرنه نف میریزم خودم و خونه رو یه جا آتیش میکشم. پدر لحظاتی را در سکوت گذراند، بعد گوشی را برداشت و تلفن زد. گوشی را نزدیک دهنش برده بود و پچ پچ میکرد. ما نمیفهمیدیم چه میگوید و منتظر بودیم تا اسد برسد. مامان روی صندلی کنار پنجره نشست و حتی یک کلمه هم حرف نزد. به صدای باران گوش داد و به قطره هایی که روی شیشه ها سر میخورد خیره شد. باز هم آژیر قرمز بود. پدر به من گفت: پاشو خاموش کن. بلند شدم که چراغ را خاموش کنم. مامان نگاهم کرد و با سر گفت که بروم سر جایم بنشینم. صدای مردم را از خیابان میشنیدیم که داد میزدند: خاموش کن، خاموش کن. من دوباره بلند شدم که خاموش کنم. مامان نگاهم کرد و گفت: بشین سر جات. و بیوقفه گریه را شروع کرد. چراغمو که خاموش کردی، چرا دست از سرم بر نمیداری؟ تو را صدا می کرد، چیزهای بی معنی می گفت و باز بر خودش تسلط می یافت که خواستش را عملی کند. انسی و داوود هم آمده بودند و بی حرف گوشه اتاق پذیرایی گریه می کردند. من و سعید هاج و واج مانده بودیم. پدر سیگاری دیگر روشن کرد. سعید نزدیک به من نشسته بود و من احساس می کردم دارد می لرزد. لرزشی که سرچشمش صدای آژیر بود، با تیربارهایی که داشتند هواپیماهای عراقی را دنبال می کردند. یا مرگ تو، یا حادثه‌ای که انتظارش را می کشیدیم. حادثه‌ای که بوی گنگ و ناشناخته انسانهای غار نشین می داد. انسان پیش از انسان. تلفنی خبر داده بودند که حکم اعدام صبح صادر و اجرا شده. پس فردا بروید لعنت آباد، قبر شماره 17949 جیم. مامان با صدای لرزان و پرکینه‌ای گفت: بذار پاشو بذاره اینجا، میدونم باهاش چی کار کنم. زندگی داشت میپاشید. خانواده ما مثل کوهی بزرگ روی یک سنگ کوچکی ایستاده بود. بمبی بود که در هر تیک ساعت اتاق پذیرایی یک چرخ میخورد و بزرگتر میشد. شبیه زمان تکوین جهان بود که داشتند ستاره ها را پخش میکردند بر صفحه سیاه تا هر کس در تنهایی خودش سوسویی بزند و خاموش شود. و ما نمیدانستیم. خیال میکردیم از وحشت صدای آژیر قرمز و حمله هوایی میلرزیم. تو دور میشدی تا دیگر اثری از تو نماند و همه ما در هجران برادری میسوختیم که ریزه میزه بود،
با سالک کوچکی از زخم پشه زدگی دوران کودکی بر شقیقه سمت راست و چشمهایی شبیه پدر اما نه سیاه، خاکستری. هیچ وقت نفهمیدم چشمها چه رنگی بود. ایرج، راستی چه رنگی بود؟ تا می آمدم دقت کنم مجبور می شدم سرم را زیر بیاندازم، اما موهات سیاه بود، پرکلاغی، مثل موهای مامان پر از شکن که در سالهای زندان سیاه جوگندمی و بعد خاکستری شد. در زندان بعد از انقلاب هم لابد اتفاقی برای اون موها افتاده بود که از ته ماشینش کرده بودند. به جاش ریش داشتی. مامان می گفت همیشه از ریش بدش می اومد. حالا چرا گذاشته؟ خب مجبورش کردم مادر. ریشی شبیه به حالای من، جوگندمی و توپر. اصلا معلوم نشد چه جوری چرخ تو را برچیدند. فقط من و سعید زودتر از بقیه فهمیدیم که اژدها اولین بچه‌اش را بلعید. قرار و مدارمان را گذاشتیم و زدیم به طوفان و این حسرت برای ما ماند که فرصت نشد یک دل سیر تو را ببینیم. اصلا کجا بودی؟ شاید هم با دقت تو را نگاه نکردیم. مامان فقط 2 بار توانسته بود تو را ملاقات کند و 3 بار هم تلفنی باهات حرف زده بود. بعد هرچه تقلا کرد که راهی برای ملاقات پیدا کند، با آن همه دوندگی، با آن همه التماس به پدر و حتی به اسد، نتوانست. صبح پا می شد می رفت اوین، عصر بر می گشت. نشد مادر، نشد. هرچه به جستجوی تو می دوید راه به جایی نمی برد و عاقبت تلفنی خبر دادند که حکم اعدامت را صادر کرده اند. بروید لعنت آباد. چرا؟ مامان گفت چرا؟ آن شب هرچه انتظار کشیدیم آخر اسد نیامد و ما نفهمیدیم چرا. فقط تلفنی با مامان حرف زد. اولین بار بود که مامان با لحنی آرام با اسد حرف میزد، معمولی آرام. بیشتر گوش میداد و گاهی پچ پچ میکرد. فقط یک بار به من و سعید نگاه کرد و گفت باشه، خیلی خوب. بعد آرام گرفت. غروب روز بعد من و سعید و مامان 5 دقیقه فرصت داشتیم جنازه را ببینیم. یک شلوار سربازی تنت بود و یک بلوز ماشی رنگ که لکه بزرگ و سیاه خون از سینه‌ات شروع می شد و تا زانوهات ادامه می یافت. جای 2 تیر هم در رانهات بود، یکی چپ یکی راست. مامان بلوزت را پس زد و به جای زخم نگاه کرد. من حال تهوع داشتم. صورتم را برگرداندم. 2 تا نفس عمیق کشیدم که طاقت بیاورم. کف پاهات از خون مردگی و زخم روی زخم کبود و سیاه میزد. انگار پاهات را توی کوره گذاشتند و پختند. زغال شده بود و بوی عفونت میداد. مامان زیر لب دعا خواند و گفت پیام اسلام شما همین بود؟ چهرت اخمالود و خسته بود. در خستگی و درد وا داده بودی و موهات معلوم بود که با ماشین نمره 4 تازه زدند، خاکستری و شاید بیرنگ. مامان انگشت‌هات را یکی یکی نگاه کرد. پاچه شلوارت را بالا زد و ساق پاهات را نگاه کرد، گردن و پشت گوشهات. بعد شانهات را به نرمی نوازش کرد. آنقدر نرم میمالید که چهره تو از خستگی در می آمد. چشم می گشودی و به من می گفتی اگه میخوای آدم بشی این کتابو بخون. لحظاتی بعد یک مأمور پیراهن 4 خانه ریشو که موهای کوتاهش را به جلو شانه کرده بود گفت خیلی خوب، عزیزتون رو دیدید، حالا بفرمایید که بریم دفنش کنیم. فتیله صداش را پایین کشیده بود. این طرف و آن طرف را نگاه می کرد و با دست می خواست سکوت را ساکت کند. چرخی زد و منتظر ماند. چند جسد روی زمین بود. روی برانکارت های برزنتی ردیف کنار هم چیده شده بود. مأمور پیراهن 4 خانه‌ای گفت بچهای دادستانی اوین هم همین اطراف هستن. یواش یواش پیداشون میشه که مراتب قانونی رو طی کنن. برای اینکه من مسئله دار نشم سر و صدا نکنید. بری یه گوشه بشینید تا من کارمو تموم کنم.
مامان گفت خیلی خوب و برگشت به بقیه جسدها نگاه کرد. اشک تمام صورت سعید را پوشانده بود. بی صدا گریه می کرد و سر سبیلش را می جوید. مأمور پیراهن چارخانه با دست سکوت را ساکت کرد و با صدای نجوا گفت اینا همه اعدامی هن. پژواک صدا گفت اعدامی هن. اعدامی هن. مامان گفت کی گفته؟ کی گفته؟ از دم مرتد و باقی و ضد انقلاب. پژواک صدا پیچید ضد انقلاب. مامان گفت کی این حرف رو زده؟ حرف رو زده. حرف رو زده. پیراهن چارخانه با دست سکوت را ساکت کرد و نجواگونه گفت آقای لاجوردی. لاجوردی. مامان گفت گه خورده. گه خورده. و از سکوت و حیرت مأمور پیراهن چارخانه استفاده کرد تا بگوید مگه اسد به تو نگفته چی کار باید بکنی؟ چی کار باید بکنی؟ چرا؟ شما 3 نفر باید همکاری کنید. اسد خیلی دوندگی کرده که جسد اینجا دفن نشه. نقشه ها کشیده. خودش رو به خطر انداخته. اما کار ساده ای نیست. و با دست میخواست هم صدای خودش را ساکت کند و هم پژواک صدا را. من گفتم همین الان میتونیم ببریمش؟ نه. و با 2 دست جلوی کار نکرده من را گرفت. سعید به پهنای صورت اشک میریخت. مامان گفت اسم تو چیه؟ پیراهن چارخانه با تردید گفت مهدوی هستم. مهدوی هستم. وارد شهر سیواس شده بودیم. گفتم آقای مهدوی. مهدوی برگشت بله. حالا دقیق به صورتش نگاه کردم، به چشمهاش، به موهاش که سربالا و مرتب و شانه خورده بود، با پیراهنی سفید و تمیز که یقش را تا بالا بسته بود. دلم به پرپر افتاد. خودش بود. نبود؟ شک داشتم. 14 سال پیش، سال 60، یادتون هست؟ بعضی چیزا یادم هست، بعضی چیزا هم نه. 2 طرف اتوبان کاملا سفید شده بود. پر مرغ چرخ میخورد و به شیشه ها میچسبید و کولاک هر لحظه شدیدتر میشد. به تابلوها دقت کردم. سیواس 5 کیلومتر. رفت و آمد در اتوبان کمی شلوغ‌تر شده بود. فضا از تاریکی در می آمد و سواد شهر پیدا می شد. سردم بود و از درون می لرزیدم، اما دیگر کاری از دستم بر نمی آمد. خودم را سپردم به تقدیر و بازی هایی که در انتظارم بود. افتاده بودم توی دام وحشتناکی که همه چیزش عجیب و غریب بود. مرغ ها به یک سو فرار می کردند. ماشینی می گذشت. پر مرغ صفحه مانیتور را می گرفت و بی آنکه کسی سکه‌ای در دستگاه بیاندازد باز دوباره شروع می شد و باز پر مرغ به رنگ‌های سفید و سرخ در آن هوای طوفانی می چرخید. یک قرص ته حلقم گذاشتم و قورت دادم. شایسته. چرا؟ پر مرغ. تو هنوز تو فکر مرغایی؟ هیچ وقت به مرغ جماعت فکر نکن. بیا بیرون. راننده و آن 2 نفر قهقه زدند. مهدوی گفت داریم میرسیم. حالا فقط به یک گاو فکر کن که میخوایم بخوریمش. مامان گفت آقای مهدوی چیکار میخوای بکنی؟ پژواک صداش گفت آقای مهدوی نمیدونم. بذارید ببینم چیکار میتونم بکنم. حالا برید بیرون. زود. ما بی سر و صدا رفتیم بیرون. ساختمان را دور زدیم. مهدوی پنجره را باز کرد و کله کشید. زیاد دور نشید. همین اطراف. 2 پاسدار آنجا روی پله های پشت ساختمان نشسته بودند. ما توی یک خیابان نزدیک قطعه لعنت آباد رفتیم و برگشتیم.
و باز قطعه را دور زدیم. رفتیم و برگشتیم. یک ماشین لند کروز از دور می آمد. ما فاصله گرفتیم. ماشین جلوی ساختمان ایستاد و 2 نفر از آن پیاده شدند. ما از 2 خیابان آن طرفتر ماشین را می پاییدیم. رفتیم توی قطعه‌ای که قبرهای قدیمی تر داشت. روی قبری حلقه زدیم و جوری نشستیم که بتوانیم آنها را ببینیم. بعد آن 2 نفر از ساختمان بیرون آمدند. مهدوی هم پشت سرشان بود. آن 2 نفر سوار ماشین شدند و رفتند. مهدوی تنها ماند. به طرف ساختمان برگشت. آن را دور زد و 2 پاسدار را صدا کرد. ایستاد که پاسدارها بروند توی ساختمان. آن وقت با دست به ما اشاره کرد. ما تند خودمان را به قطعه لعنت آباد رساندیم و کنار درخت‌های تازه کاشته ایستادیم. مامان شمرد. 23 قبر آماده بود و گفت 23 نفرن. چادرش را به چشمهاش برد. کمی گریه کرد و بعد با دقت تمام منتظر ماند. داشت غروب می شد. پاسدارها جنازه ها را می آوردند و می گذاشتند کنار قبرها. ما نمی دانستیم کدامشان تویی. مهدوی آمده بود کنار جسدها ایستاده بود و روی کاغذی علامت می زد. به ما جنازه را نشان داد. تو 8مین نفری بودی که مامان چشم از تو بر نمی داشت. در فاصله ای که پاسدارها بروند و یکی دیگر بیاورند، مهدوی به ما گفت زود ببریدش، زود. من و سعید دویدیم و 2 سر برانکارد را گرفتیم، اما نمیدانستیم کدام طرف باید برویم. مامان از مهدوی پرسید کجا؟ ببریدش پشت ساختمون تا من برسم، زود. و ما که پشت ساختمان رسیدیم صدای پای پاسدارها را شنیدیم و بعد صدای مهدوی را که بلند می شمرد. 7 حالا شد 8. انگار کامیونی جلوی نانوایی ایستاده باشد و کسی گونی‌های آرد را بشمارد. و امیر کمونیست گفتم هیچ دقت کردی توی آلمان همیشه نان فراوونه، ولی من تا به حال به این چند سال ندیدم کامیون آرد جلوی نانوایی ایستاده باشه. امیر کمونیست گفت به چه چیزایی توجه میکنی؟ حتی توی آلمان تو اصلا پلیس رو نمیبینی، در حالی که اونا دارن نظم و اداره میکنن. یه شیشه بشکن ببین در عرض 3 دقیقه سگ سارون میشه. در حالت عادی اصلا حضور ندارن. من فکر میکنم تو کشوری که تو نتونی بفهمی نونواییاش چطور آردشون رو تامین میکنن، یا مثلا کشوری که زیر قدرت پلیس اداره میشه اما هیچ وقت تو پلیسش رو نمیبینی، خیلی مقتدره. ولی ما کجای کارمون میلنگید؟ شاید همه چیز با آن جمله آغاز شد. فریدون 3 پسر داشت. مامان گفت مزخرف نگو. پدر گفت وقتی یه تسمه‌کش بازار مثل اسدالله لاجوردی بتونه بچه‌تو بذاره سینه دیوار، چه توقعی داری؟ من خودم نماینده مجلسم، از معتمدان بازار، اما هیچ حساب کتابی تو کار نی. اصلا معلوم نیست مملکتو کی داره اداره میکنه. هر کی زودتر از خواب بیدار شد. چه میشود کرد؟ بچه‌مو سر به نیست کردید. خدا ازتون نگذره. برای همینه که میگم فریدون 3 پسر داشت. لابد اسد و مجید و سعید. نخیر، فریدون شانومه رو عرض میکنم بانو. فریدون 3 پسر داشت. ایرج و سلم و تور که دنیا رو بینشون تقسیم کرد. ایرانو که بهترین بخش بود به ایرج سپرد. یونان و روم و شام رو به سلم داد و تورانم به تور. اما سلم و تور به ایرج حسد بردن و تو جنگی اونو از پای در آوردن. فردوسی هم مزخرف گفته. فریدون شاهنامه 4 تا پسر داشت، ولی همه میگن 3 تا. معلوم نشد چه بلایی سر اون یکی اومده. همه آدما یه چیز پنهونی دارن که حاشا میکنن. رازشون هم با خودشون به گور میبرن. مثل گربه‌ای که 4 تا میزاد، یکیش هم میخوره و خودش هم باورش میشه که 3 تا زاییده.
فردوسی هم مثل تو مزخرف گفته فریدون. راستشو بخوای فریدون 4 تا پسر داشت. ایرج و اسد و مجید و سعید. یه دخترم داشت. انسی. او شاید همه چیز با یک سوء تفاهم آغاز شد. مهدوی گفت برنگرد. تکرار سایه خودم را با آن موهای آشفته در کنج دیوار می دیدم و صدای پچ پچ آنها را پشت سرم می شنیدم. می خواستم به خودم مسلط باشم اما نمی شد. سرفه‌ای کردم. با 2 انگشت تفی زدم به کفشم و مالیدم. به هیچ وجه برنگرد وگرنه می سوزی. از شب پیش که وارد سیواز شدیم نمیدانم چرا احساس کردم این شهر شبیه سمنان است، کمی بزرگتر و مثل سمنان او دلمرده. خیابانهای پهن بی پدر مادر، کوچه های تاریک، تک و توک آدمی در حاشیه پیاده رو، تک و توک مغازه‌ای در دل یک خانه. بعضی از چراغ‌های راهنما خاموش بود. ماشین‌ها بوق زنان می‌گذشتند، موتورسوارها قیقاج می‌رفتند و نظمی وجود نداشت. این طرفی ها نمی ایستادند تا آن طرفی ها به سرعت پیچ را کمانه کنند و در خیابانی که پشت ساختمان های بلند محو می شد محو شوند. راننده مرسدس از یک چراغ قرمز گذشت و گفت کمرنگ بود آقا، و به مهدوی نگاه کرد. یک بار هم خلاف پیچید و گفت با اجازه. بعد در یک بلوار بی سر و ته که همه‌اش تاریکی و باران بود از روی باغچه وسط خیابان اول دور زد و بعد به مهدوی گفت آقا اجازه است یه خلاف جزئی بکنیم؟ راه را گم کرده بود. مهدوی خندید. از نظر ما اوکی، ولی این رفیقمون که از آلمان اومده اهل خلاف ملاف نی. مواظب باش خایه‌اش پاپیون نشه. چرا دلهره گرفته بودم؟ چرا با هر خلاف راننده تپش قلبم شدت می گرفت؟ اصلا چرا در اتاق خودم پشت آن پنجره ننشسته بودم که به 4 راه شلوغ خودم خیره شوم و از اطمینانی که در سرعت نهفته بود احساس امنیت کنم؟ نه، عادت به نظم چیز بسیار پسندیده است که نمی شود راحت ترکش کرد. به مهدوی گفتم کی برمیگردیم آلمان؟ چطور؟ وقتی سگ‌ها به چراغ راهنما توجه می کنند و تا سبز نشده راه نمی افتند، تا وقتی آدم‌های پای چراغ قرمز از سگان طرف 4 راه خجالت می کشند و خلاف نمی کنند، چرا آرامش سگیش را با هرج و مرج وحشتناک عوض کند؟ راننده در خیابان تاریکی که نیمیش بیابان بود جلوی در نرده‌ای سیاهی بوق زد. جوانک نوکر معابی که کلاه کشی سرش بود در را باز کرد. ماشین از راه شیبدار بالا رفت و جلوی عمارت ایستاد. عمارت بزرگی که روی بلندی بنا شده بود با پنجره های زیاد و پرده های ضخیم که از گوشه هاش نور بیرون میزد. مهدوی رفت تو و من با آن 2 مأمور بیرون ماندم. سیگاری روشن کردم و یقه کتم را بالا کشیدم. اما سیگار کشیدن در هوای طوفانی مسخره ترین چیزی بود که در دنیا وجود داشت. به قول عبدالناصر اهانتی بود به بشریت. نمیدانم از سرما بود یا از آب نوشیدن زیاد. داشتم منفجر می شدم. دنبال جایی می گشتم که بتوانم خودم را خلاص کنم. تند خودم را به کنار درختی رساندم. زیپ شلوارم را پایین دادم و شروع کردم. چه کیفی داشت. سوت هم می زدم که یعنی دنیا هم پشم ما نیست. اما ناگاه همان جوانک نوکر معاب جلوم سبز شد. انگار از زمین رویده شده بود. با لهجه غلیظ ترکی تقریبا داد می زد برادر شما طبق چه قانونی اینجا می شاشید؟ حکی به سیگار زدم و یاد آقای پاولوس افتادم. در تاریک روشن کنار ساختمان شبیه آقای پاولوس بود. گفتم ببخشید قربان. زیپم را بالا کشیدم و برگشتم. مهدوی گفت بیای تو. به محض ورود متوجه شدم که آنجا در واقع مرکز پخش مواد غذایی است.
پر از کارتون‌های خیارشور و خرما و پسته بود و بوی سرکه و سبزی و ادویه مستم می‌کرد. بوی زیرزمین خانه خودمان را می‌داد. انسی از بالای پله‌ها خم می‌شد و داد می‌زد: مدیب! می‌دانستم که هیچ کاری با هم ندارد و الکی صدام می‌کند. مدیب! دو روبان سفید به موهاش گل شده بود، با آن لب‌های سرخ و سفید و برقی در نی چشمهاش مرا از زیر زمین بالا می‌کشید و جیغ زنان جوری فرار می‌کرد که آدم دلش می‌خواست او را بگیرد و از آن لب‌های سرخش یک گاز کوچولو بگیرد. مامان گفت: چی کارش کردی بچه رو؟ هیچی، گازش گرفتم. اگه تو سگی؟ نه، عاشقشم. انسی گریه هاش را می کرد و از مامان می خواست که مرا گاز بگیرد. آنقدر اصرار می ورزید که قبول می کردم. نرمه کف دستم را می گذاشتم لای دندانهاش، مشتهاش را گره می کرد و فشار می داد با چشمهای سیاهی که حالا می خندید و آن اشکها که هنوز روی گونه هاش بود. مامان کنارش زانو زد و گفت: مگه تو سگی؟ کنار کارتون ها ایستادم و بو کشیدم. مهدوی گفت: خرماست، همش ویتامینه. بعد کله کوچولو را دیدم که از این سر راه رو می رفت آن سر، توپ ماهوتیش را به زمین می کوبید و می گرفت. یکی دو بار هم توپ را به صورتم نشانه گرفت اما نزد و من سرم را دزدیدم. می خواست مرا بترساند، شاید هم می خواست سر حرف را باز کند و مهدوی می خندید. از صورت بدون پیشانیش او را شناختم. حتم داشتم که کله کوچولوی خودمان است، پسر انسی. اما جرأت نکردم ازش بپرسم. مثل پدرش داوود قد بلند بود و موهای سیخ سیخ سیاهش در ابروهاش خم می شد، با چشمهای ریزی که زیر آن ابروها برق می زد. لحظه ایستادم و نگاهش کردم. هیکل درشتی داشت با دستهای کشیده، اما قیافش چندشاور بود. مهدوی گفت: این گل سرسبد ماست، جوهره انقلاب. از پله های ته راه رو پایین رفتیم، از لابلای کارتون ها گذشتیم و وارد اتاقی شدیم که فقط یک تخت خواب داشت، با دریچه کوچکی نزدیک سقف که تا نیمه باز بود. مهدوی گفت: به هیچ وجه بر نگرد. پشت سرم 3 نورافکن پای بلند وسط اتاق بود و آن جوانک نوکر معاب 8 صندلی هم پشت نورافکنها در 2 ردیف چیده بود و رفته بود. کله کوچولو آن عقب توپ ماهوتیش را به زمین میکوبید و میگرفت و من به سایه پراکنده صورتم نگاه میکردم که ورم کرده بود و در کنج دیوار مثل یک کتاب باز شده، نه، مثل یک پوست بود که دباغیش کرده باشند. من که دیگه کاری از دستم بر نمیاد. چرا رو به دیوار؟ حتما حکمتی هست. حاج آقا دوست ندارن ببینیشون. دیشب خوب خوابیدی؟ نه، سردم بود. مگه پتو نشتی؟ من الان اینجا 3 تا پتو میبینم. اون دریچه باز بود. ای باز نبود که تا الان همه ما از دود سیگارت خفه شده بودیم. دیشب تا بالا 2 تا پاکت کشیدی. صدای پچ می آمد و من منتظر بودم که ببینم چه اتفاقی می افتد و حاج آقا یعنی کی. نمیدانستم چه کسانی پشت سرم هستند. لابد چند نفر هم روی تخت خوابم نشسته بودند. مثل صف نماز که پیش نماز می بایست نزدیک به دیوار رو به دیوار می نشست و آنچه ازش می خواستند می گفت. یعنی که صندلی جلوی محراب است و تو وقتی در محراب می نشستی چه می بینی؟ یک کله باد کرده با موهای عجق وجق و صدای عده‌ای که با پچ کلت را باد می کنند، آنقدر باد می کنند تا بترکد و آرامشان کند. پیش نماز سالهای کودکی در محراب مسجد نیمه تاریک آن روستای کوچک، زیر نور لامپای دیوار کوبی که پت پت می کرد، 2 زانو نشسته بود، سرش را زیر انداخته بود با عمامه حمایل شده که یعنی ما هیچیم و پوچ.
اللهم بحق کل مؤمن مدحته. با صدای محزونی که گاه به ناله ملتمسانه‌ای بدل میشد میخواند: به محمد، به محمد، به محمد. آدمهای پشت سرش قرآن را سر گرفته بودند و با همان آوا تکرار می کردند: به محمد، به محمد، به محمد. دمدمای صبح که ما در کوچه باغهای میگون همراه پدر سرخوشانه به طرف خانه برمی گشتیم تکرار می کردیم: به علی، به علی، به علی. بعد می رفتیم سراغ اسم بعد. 12 امام را دور می زدیم. در خنکای صبحگاهی که پوست تنمان کز می کرد می خواندیم و دنبال پدر می رفتیم، من و اسد و سعید و ایرج. بالحسن، بالحسن، بالحسن. سعید خیلی کوچک بود و دستش توی دست پدر بود. چند قدم که می رفت یک لنگر می انداخت تا دمپایی گشادش را جفت پاهاش کند و تمام راه را حرف می زد. هرچی سب کردم آخرش اسم منو نگفت. به نفس نفس افتاده بود اما باز هم حرف می زد. اصلا اسم هیچ کس رو نگفت و با انگشت به همه ما اشاره می کرد. من دویدم و یک پسگردنی جانانه بهش زدم که خفه بشود و آنقدر حرف نزند. پدر قرید: مجید کر خر. گفتم خیال کرده ما جزو اماماییم. بدبخت. کدوم امامی اسمش سعید بود؟ سعید گفت: بدبخت خودتی. پدر خیزی به طرف من برداشت: مجید. سعید گفت: چرا اسم منو محمد نذاشتین؟ پدر گفت: سعید که قشنگتره. آدم وقتی در یک دعای اسمی نداشته باشد به زبان می آید و می خواهد یک جوری خود را به ثبت برساند. هرچه کوچکتر باشد خواستش بزرگتر است و بعدها در آسایشگاه الکسیانای آخن فهمیدم که آدمهای بزرگ اصلاً خواسته ای ندارند. شاید به همین خاطر است که عشق در غربت پا نمی گیرد. پدر گفت: عیبی نره که اسم همه رو میشه خون. بچه همه با هم به سعیدن، به سعیدن، به سعیدن. با آوای پیش نماز خواندیم و تکرار کردیم. سعید میخندید و موجی از خوشحالی در صدایش بود. انگار از کوزه گردن همایی دارند آب خالی میکنند. ماه نیمه‌ای هم میتابید و کوره راه پیچا پیچ را روشن میکرد و ما سرخوش بودیم. پدر به من نگاه کرد: میخوای اسم تو رو بگیم؟ خندیدم و تکرار کردیم: به مجیدن، به مجیدن، به مجیدن. مهدوی گفت: اسم مستعار، تاریخ، محل تولد. پیش نماز میگون عاقل مردی زهوار در رفته بود که پدرگاهی یک اسکناس توی مشتش میگذاشت تا برود خوش باشد. میگفت: ما را هم دعا کنید حاج آقا. التماس دعا آقا. در طول 1-2 ماه تابستان که به باغ میگون میرفتیم پدرگاهی به کافه های اطراف میرفت و دمی به خمره میزد. روز بعد هم همگی در رودخانه شنا میکردیم و شب میرفتیم مسجد. پدر با آدمهای محل گپ میزد و بعد خودش را میرساند به پیش نماز. حیف که ماشین نرید آقا، وگرنه میدادم 2 جفت لاستیک آکبند بی اف گودریج بندازن زیرش. التفات دارید آقای امانی، انشالله تحت توجهات امام زمان. پایین امام زمان ما کی ظهور میکنه حاج آقا؟ انقریب. کله کوچولو پشت صندلی ها توپ ماهوتیش را به زمین میکوبید.
و با ضرب آن را می گرفت. بعد توپش قل خورد و آمد زیر صندلی من. مهدوی گفت اون توپم قل بده به طرف ما. توپ را برداشتم و به عقب پرت کردم. مهدوی خندید. گفتم قل بده، پرت میکنی؟ صدای پچپچه می آمد و می رفت. مهدوی گفت اسم مستعار، تاریخ و محل تولد. پدر گفت اسمش آقای ناطقه، اهل نور مازندران. ما رمزونا میاد میگون که چراغ مسجد اینجا خاموش نشه. آدم خوبیه، روزه خوبی هم میخوند، همیشه شاه و دعا میکنه. مامان گفت میگه شاه اسلام، منظورش امام زمانه. شاه خودمون همون شاه اسلام دیگه. کجاش اسلامیست؟ خب این آخوندهای بیچاره هم باید یه لقمه نون بخورند. هر کی هر جور دلش بخواد تعبیر میکنه. ما هم با صدای بلند میگیم الهی آمین. جلوی جماعت نشون میدیم که منظور آقا از شاه اسلام محمد رضا شاه پهلویه. تو هم با این شاهد فریدون. و آنقدر نرم و مهربان میگفت فریدون که آدم هوس میکرد اسمش فریدون باشد. اسم را در دهانش چرخ میداد و به واوش که میرسید صداش را محو میکرد، انگار نونش را میخورد. الان شرایط خاصیه بانو. مرحوم اخوی که میبینی تروریست از آب در اومد، نخست وزیر رو کشت، آبروی ما رو برد. تا بیایم دوباره آبروی جمع کنیم پوستمون کنده شده. خون برادر رو که با برادر نمیشورن. گناه کرد در بلخ اسکندری، به شوشتر زدن گردن مسکری. وا به ما چه مربوط؟ مجبوریم خودمونو بکشیم کنار، خودمونو از این دستجات اسلامی سوا نگه داریم، وگرنه توی این بازار پا میخوریم و نفله میشیم. مدت تاست دارم فکر میکنم که باهاشون قطع رابطه کنم، اما نمیذارن که. این نرفته اون میاد، ظاهرا به خاطر مرحوم اخوی. اما من که ابله نیستم، میدونم دردشون چیه. چه غلطی کردیم و 2-3 باری رفتیم هیئت مؤتلفه، حالا افتاده به گردنمون. مثل سگ پشیمونم بانو. وضعیت جوریه که نمیشه ازشون برید، نه دست از سر آدم برمیدارن. بالاخره توی این بازار چشمون توی چش همدیگه است، با هم سر و کار داریم، نمیشه که. بچه ها میپرسن چرا عمو صادق اعدام شد. میگم ما نمیدونیم، در این چیزا دخالتی نداریم. خوب میکنی. بعد صداهاشان برید و من خوابم نمی آمد. پدر رادیو را در تاریکی روشن کرد. مامان گفت فریدون خاموشش کن. نزدیک 2 سال هر شب گوش کردم بانو. تو میخوای یه باره رشته داستان رو به باد بدم؟ رادیو گفت دینگ دینگ، داستان شب. و موزیک همیشگی فضای اتاق را پر کرد. گوینده گفت اس ها مأموران مرگ. مامان گفت مرض. پدر خندید و جوابش را نداد. لابد رادیو را روی سینه‌اش گذاشته بود و با دست دیگر شکمش را میمالید تا آن داستان بی سر و ته به یک جایی برسد. وقتی شروع میشد من خوابم میگرفت، اما آن شب خوابم نمی آمد. فکر می کنم 10-12 ساله بودم. در اتاق کاهگلی باغ میگون کنار هم خوابیده بودیم و من حتی نمی توانستم تیرهای چوبی سقف را بشمرم. داشتم به پچپچه آنها گوش می کردم که حالا خاموش شده بود. خواستم برگردم و از پنجره به نور ماه نگاه کنم. مهدوی گفت بر نگرد آقا، همینجور که نشستی جواب بده، وقتم تلف نکن. توپ ماهوتی دوباره افتاد جلوی پای من. مهدوی گفت قال بده بیاد. توپ را به طرفشان آرام سر دادم و گفتم دارف ایش راوخن.
مهدوی به آلمانی جواب داد: البته. همه خندیدند و من احساس کردم که لابد به آلمانی سوال کردم، اما اهمیتی ندادم و روشن کردم. دود سیگار زیر نورافکنها مثل ابر کش قوس می آمد و در سایه کلم راه می رفت. پدر گفت: دلم میخواد کمپانیو وسعت بدم، شعبه بزنم، نمایندگی باز کنم که وقتی بچه‌ها درسشون تموم شد هر کدوم برن سوی خودشون. با این کار مرحوم اخوی نمیدونم تا کجا میتونم بپرم. زیاد سخت نگیر فریدون، یه لقمه کمتر. نمیشه که، بازار یعنی تلاش و رقابت. پدر لحظه‌ای ساکت شد، لیوانش را پر از آب کرد و جوری آن را نوشید که من تشنه‌ام شد. خواستم برگردم اما ترسیدم. همان جور رو به دیوار خوابیدم و گوشهام را تیز کردم. حالا چه فایده داشت ترور نخست وزیر؟ ابله، واقعا که بلاهت محض بود. خودشون هم نفهمیدن چرا کردن. رفقاش زیر پاش نشستن و خامش کردن. همین اسکرولادی موذی زبانباز با اون چشای ورقلومیدش و دو سه تای دیگه. لاجوردی تا همین چند وقت پیش تصمیم کش بازار بود. حالا نمیدونم یه باره از کجا پول و پله به هم زده و حجره گرفته. خودشون راست راه میرن، اما اخوی ابله من باید خودشو سپر بلا کنه. حقشو گذاشتن کف دستش، خلاص. چه میدونم فریدون، سرتو بنداز پایین، زندگی تو بکن. کاش میشد. آره کاش میشد. اینجا رو بکوبیم و یه ساختمون بزرگ بسازیم. نمیشه که توی این خونه بزرگ همه کنار هم بخوابیم. بچه ها بزرگ شدن، نه حموم داریم نه. خودم مدت هاست دارم بهش فکر میکنم. منتظرم دست و بالم باز شه، شروع کنم. تابستون امسال که گذشت، اگه خدا بخواد تابستون بعد. هر سال همین حرفو میزنی. بیا زیر لحاف من. نه بذار بخوابم فریدون. ناز نکن. بچه ها 7-8 پادشاه و خواب دیدن. فکر نکنم. تو هیچ وقت فکر نمی کنی بانو. آخ ولم کن. بذار فساد تمام دنیا رو بگیره، امام زمان ظهور کنه، ظلمم ریشه کم میشه. تو خیالت راحته، صبح پا میشی با پسرات میزنی به رودخونه، اما من چجوری همون برم؟ برو همومیه ده. تا پاتو بذاری اونجا همه زنا میفهمن که اومدی غسل کنی. یه جوری با آدم نگاه میکنن که انگار میخوان بپرسن دیشب چی کار کردی. نگاهشون نکن. آخ نه فریدون. یعنی که چی؟ وقتی میگم نه یعنی نه. و صدای خندش را زیر لحاف محو کرد. میدونی اگه یکی از این فروجکا بیدار باشه؟ قلبم تند میزد و گوشهام داغ شده بود. به شانه‌ام نگاه کردم. مهدوی داد زد: برنگرد. صدای پچ پچ آرامتر شده بود و کش می آمد. انسی کوچولو خور و پف می کرد و من می خواستم برگردم. تکانی به خودم دادم و خیلی نامحسوس چرخیدم. مهدوی فریاد کشید: برنگرد آقا، مگه نمیفهمی؟ یه بارم توی پمپ بنزین زیرابی رفتی، ما هم زیر سیبیلی رد کردیم. کجا میخواستی فرار کنی؟ نمیخواستم فرار کنم، افتادم پایین. چقدر میافتی پایین مجید خان؟ همه زندگی در حال افتادن بودی. تمام زندگی توی همین چرت و پرتا گذشته. به جای اینکه به انقلاب و کشورت خدمت کنی، رفتی توی لجنزاری که الان نمیتونی خودتو نجات بدی. راه افتادی دنبال شعارهای 4 تا نویسنده غرب زده و سیاسی کارهای 7 خط. یه بارم نگفتی این بچهای بسیجی چجوری مملکت رو حفظ کردن؟ فکر نکردی که حالا وقتش بود. می توانستم یک بار به تمامی برگردم، نگاهشان کنم، چشم در چشمشان بدوزم و بگویم:
چرا رو به دیوار؟ من اصلا به اعصابم مسلط نیستم. صدای توپ ماهوتی قطع شد. مهدوی با لحن آرامتری گفت: مگه نمیخوای برگردی ایران؟ ساکت شدم و به سایه ها نگاه کردم. اتاق از حرارت نورافکنها گرم شده بود. ته سیگارم را بردم لای شانه و تکان دادم. اینو خاموش کنم؟ همونجا زیر پات خاموش کن. اجازه دارم یه تلفن به اسد بزنم؟ مگه شماره‌شو داری؟ شما ندارید؟ بهتره که وقت ایشونو تلف نکنیم. ایشون کارهای مهمتری دارن. اگه حرفی داری به خودم بگو. فکر کن به ایشون گفتی. مسئله شخصی و خانوادگیه. مگه تو خانواده هم داری؟ صدای پچ پچ آمد و کش آمد. خیلی خوب. حاج آقا میفرمان اینجا که تو نشستی خیلی از گنده ها اومدن و وا دادن. از تو گنده تراش. فقط سعی نکن که به ما برگ بزنی. رو راست حرف بزن. به سوالام جواب درست بده. بعد برو پیکارت. لحظاتی در سکوت و پچ گذشت. مهدوی ادامه داد: الان اینجا کسایی حضور دارن که میخوان برای زدن تیر خلاص به تو از همدیگه سبقت بگیرن. تو یه مرتد باغی ضد انقلابی که حکم اعدامت قبلا صادر شده. اما من به خاطر قولایی که به آن خانومه دادم و به دلایل شخصی نمیخوام حکم اجرا کنم. صدای توپ ماهوتی دوباره برقرار شد. کله کوچولو آن را به زمین میکوبید و با دستش میگرفت. مهدوی گفت: اسم خودتو گذاشتی آدم، اما انسانیت یعنی چی؟ شبی 100 تا مثال تو رو گذاشتیم سینه دیوار که برن پی کارشون. چی خیال کردی؟ تو هنوز عظمت انقلاب اسلامی رو درک نکردی. تو یه واداده بدبختی که... توماس کله کشیده بود و داشت می آمد طرفم. اول خیال کردم میخواهد بلای چیزی سرم بیاورد، اما قشقش خندید و همین جور که کمربندش را سفت می کرد گفت: چطوری قورباغه؟ کمی خوبم. رانندگی بلدی؟ پس چی؟ خیال کردی از پشت کوه اومدم؟ خیلی خوب، اما یادت باشه که اندازه من بلد نیستی. من مدتی راننده تریلی و کامیون بودم. گواهینامه پایه‌کش را در آورد و نشانم داد. توی آلمان فقط یه مکانیک هست که کارش حرف نداره. ایمو. یه بار ماشینم جلوی خونش مونده بود و روشن نمیشد. 4 تا مکانیک آوردم که هیچ کدومشون سر در نیاوردن. کمی به موتور ور رفتن و مثل گاو به من نگاه کردن و رفتن. نمیدونستم چی کار کنم. ایمو رو آوردم. تو به موتور نگاه کرد. گفت تو بنزین نداری رفیق. از آن به بعد به کارش ایمان آوردم. توبیاس واگنر زیر گوشم گفت: از اون مادر قهباز که لنگه خودشه. مواظب باش زخمیت نکنه. توماس کمی اطرافش را پایید و آمد جلوتر. من خودم را پس کشیدم و چسبیدم به دیوار. خندید و گفت: نترس، کاریت ندارم. میخواستم بگم این یارو پرستاره یه ماشین فزرتی اوراق داره که همیشه میذارتش این رو به رو. چند روز پیش تا اومد سوار ماشینشه، رفتم کنارش ایستادم. مرتیکه آرشلوخ بلد نبود دنده عوض کنه. انگار داشت آب هویج میگرفت. در ماشینشو باز کردم و کشیدمش بیرون. یکی هم زدم پس کلش. گفتم وقتی بلد نیستی رانندگی کنی گم شو. نشستم پشت فرمونش. یه دنده تمیز براش عوض کردم که یاد بگیره. من معتقدم که هیچکی حق نداره از صنعت آلمان بد استفاده کنه. میفهمی قورباغه؟ آلمان، آلمان، آلمان. کشور خوبی که فقط آلمانی هاش زیادی بودند، وگرنه بهشت بود. مهدوی گفت: یه دختری از همین مجاهدین مثل تو گیر افتاده بود که من خیلی باهاش حرف زدم. نذاشتم اعدامش کنن. از زندان آزادش کردم، اما اون جنده منافق به من نارو زد و فرار کرد. رفت بغداد. کلی هم ما رو توی دردسر انداخت که بگذریم.
تا اینکه توی عملیات مرصاد پیداش کردم. اسیر شده بود. اول که دادم بسیجی‌ها بردنش تو چادر و یکی یکی ترتیبشو دادن. جیغ میکشید و لخت از چادر میدوید بیرون. دوباره میگرفتند و میبردن ترتیبشو میدادن. وقتی کار بچه‌ها تموم شد دستور دادم یه آرپیچی بیارن. خیلی اکشن شده بود. مجید خان مثل یه فیلم سینمایی. نوک گوله آرپیچی رو گذاشتم اونجاش. رو به طرف مسعود رجوی شلیک کردیم که برای بقیه مجاهدین تعریف کنه. پدر گفت همه خوابن. گوشهام را تیز کردم تا بهتر بشنوم. مامان گفت همیشه با ترس و لرز. آخ بانو. 15 ساله که بودم عاشق فخری شدم. فخری تنها دختر حاج نجار، همسایه قدیمی ما. هر وقت میخواست برود کوچه برلن که وسایل خیاطی بخرد می آمد در خانه ما. بعد از کلی حرف و تعریف و خنده به مامان میگفت بانو خانم میخواستم ببینم آقا مجید کاری نداره باش برم کوچه برلن. میخوام زیپ و تور و خوردریز بخرم. و من که از بالای پله ها در کمین بودم میپریدم پایین آماده و دست به یراق. سلام. چهرهش مثل گل میشکفت. سلام آقا مجید، اجازت رو از مامانت بگیرم بریم. به مامان نگاه میکردم و در فضای تردید او مثل لنگر ساعت میرفتم و میآمدم. قلبم میکوبید و نفسم بند میآمد تا مامان بگوید خیلی خوب برو، ولی فخری خانم کی برمیگردید؟ با خداست تا آفتاب پس برمیگردیم. مامان میگفت فخری جان یه وقت آرایشگاه نبریش، چشم و گوش پسره باز میشه. وا خدا مرگم بده، آرایشگاهم کجا بود؟ چادر مشکیش را باز میکرد و میبست و آنقدر چادرش را باز و بسته میکرد که من دلم میرفت. آن روزها خیال میکردم دارد برای من چراغ میزند. زیر چشمی از ساق پاهاش شروع میکردم و میآمدم بالا، اما دامن مشکی لامذهبش دم زانوهاش میگفت بس است دیگر، پسر خوبی باش. و راه میافتادیم. عاشق کوچه برلن بودم. شانه به شانه فخری در آن کوچه شاد و رنگارنگ راه میرفتم، غرق در جمعیتی که نه سر داشت و نه انتها. خوش بودم و دست فروش هایی که جنس حراجشان را پهن کرده بودند و گله گله آدم به سویشان خیز برمی داشت تا ببیند چی دارند چی ندارند. آهای 3 تا 5 تومن. و دستهاشان را جوری به هم میکوبیدند که انگار زندگی را در دستهایشان منگنه میکنند. خوش بودم به لحظه های زود گذری که با فخری بودم. توی اتوبوس مدام با گوشهام ور میرفت، دستی به سرم میکشید و گاه دستم را توی دستهاش مشت میکرد و تکان میداد. گاهی هم دست من روی رانش میماند. زیر جلکی انگشت هام را به کار میانداختم تا ببینم چه میشود. کمی بالاتر میرفتم، بالاتر داغ میشدم و آن وقت فخری دستم را به نرمی برمی داشت و میگذاشت روی ران خودم. پسر خوبی باش. به دروازه دولت که می رسیدیم پیاده می شدیم. فخری خوش و خندان در کوچه های هدایت راه می افتاد و من به دنبالش. جلوی آن ساختمان آجری که می رسیدیم رو به دیوار جوری که من هم بتوانم ببینم می ایستاد و جوراب های سیاهش را بالا می کشید و در کمرکش رانهاش گره می زد. پای راست یک نگاه به من، پای چپ یک نگاه دیگر، و بعد با لبخندی رضایتمند در پهنه صورت و آن گونه های برجسته یک اسکناس 5 تومانی توی جیبم میگذاشت و میگفت خیلی خوب، همین دور و برای چیزایی برای خودت بخر تا من برگردم.
وقتی میرفت دلم میرفت و احساس غربت و تنهایی تمام وجودم را پر میکرد. دلم براش تنگ میشد و تنها به شوق بازگشت دوبارش در آن حوالی پرسه میزدم. دقیقه ها سنگین میگذشت، مغازه ها چشمم را نمیگرفت. میرفتم، میآمدم، پا به دیوار میایستادم، به آن خانه آجری نگاه میکردم و زمان کش میآمد و فخری نمیآمد. دوباره میرفتم، به ساعت دیواری بانک ملی نگاه میکردم. هنوز یک ربع نگذاشته بود. فکر میکردم چرا 10-12 سال از فخری کوچکترم، چرا نمیتوانم باهاش عروسی کنم و چرا باید اجازه بدهم او برود توی یک خانه آجری غم‌انگیز که از صاحب خانه بیکارش متنفرم. اصلا چرا هر وقت فخری از آن خانه بیرون می آید یک سبیلوی مو بلند از پنجره سرک می کشد تا فخری را چند بار وادار کند که برگردد و دست تکان بدهد و بگوید بدو مجید دیر شد. گفتم پس کوچه برلن چی؟ امروز دیر شد، میترسم به شب بیفتیم. ناراحت نشی یا دفعه بعد قول. میخندید و قربان صدقم میرفت. گفتم فخری اقلا یک بار جوراباتو جوری بالا بکش که بدونم به خاطر من این کارو کردی. خندید و با صدای خندش جایی در سالهای نوجوانی و جوانی من گم شد. گاهی با آهنگی که از رادیو پخش میشد در یادم زنده میشد و دلم را چنگ میزد. گاهی کوچه‌ای مرا یاد او میانداخت و گاهی بی آنکه بهش فکر کرده باشم به خوابم میآمد. بعد از اینکه ایرج را اعدام کردند در روزهای نکبتی زندگی مخفی دوباره او را دیدم. گفتم فخری اقلا یک بار جوراباتو جوری بکش بالا که بدونم به خاطر من این کارو کردی. خندید و مثل آن وقتها دستش را گذاشت روی صورتم و چند بار تکان داد. آره مجید، به یادت مونده؟ کجا بودی فخری؟ چند سالی نبودی. چهره خندانش در هم رفت، گونه هایش فرو نشست، ولی هنوز تقلا می کرد که لبخندش بماند. با اون یارو عروسی کردم، همونی که گاهی می رفتیم کوچه برلن، ولی نمی رفتیم کوچه برلن. راستی مجید، می فهمیدی من کجا می رفتم؟ آره، خیلی هم خوب می فهمیدم. پس چرا چیزی نمی گفتی؟ خیلی بچه بودم فخری. یعنی حالا دیگه بچه نیستی؟ رفتم جلو و بغلش کردم، گردنش را بوسیدم و تا آمدم لبهاش را ببوسم بازوهام را از دو طرف گرفت و گفت پسر خوبی باش. پدر و مادر رفته بودند عراق. باز هم خاموشی جنگ بود و صدای آژیر در تمام لحظه ها می رفت و می آمد. با یارو عروسی کردم، اما به خانه بخت نرفته برگشتم. به مادرم گفته بود که دختر نیستم. یادت هست چند سال هر روز با هم می رفتیم کوچه برلن؟ اینم مزدم. پس این همه سال کجا بودی؟ ولش کن مجید، بیا راجع به چیزای دیگه حرف بزنیم. راجع به چی؟ برادرت ایرج. در اتاقم را می بستم. جعبه افتخارات کنار دستم بود. عکس ایرج را می گذاشتم روی میز و نگاه می کردم. اما ایرج در عکس نبود تا براش بگویم که عشق اصلی من همان در 15 سالگی بود. می دانید عشق در غربت ها نمی گیرد. بعد چی شد؟ چی شد؟ چه لال شدی؟ صدای چسبناکی می آمد. توپ ماهوتی می رفت و بر می گشت. داشتم سرگیجه می گرفتم. داشتم تلاشم را می کردم که برگردم و اقلن آن حاج آقا را ببینم. صدای پچ پچ در گوشم محو می شد. دندان هام ضرب می گرفت و خر و پف انسی دیوانم می کرد. توی دلم می گفتم زهر مار، خفشو ببینم چه می گویند.
گرمم بود اما جرأت تکان خوردن نداشتم. صدای گروم گروم به قلبم را می شنیدم و می ترسیدم مامان بیاید بالای سرم، لحاف را از صورتم کنار بزند و بپرسد مجیدم عزیزم چی شده؟ چرا این قلب تو اینجوری؟ گیر افتادم مامان. دسته صندلی را گرفتم و کمی چرخیدم. آقای مهدوی من میخوام برگردم. لحظه ای سکوت شد. برگردی؟ کجا؟ به طرف شما. اگه برگردی شلیک میکنم. صدای خشاب اسلحه آمد و مهدوی ادامه داد. مفهوم شد؟ بله. حاج آقا میپرسن اون روزا که تیشه به ریشه نظام مقدس جمهوری اسلامی میزدی فکر میکردی یه زمانی هم در دادگاه عدل الهی به این روز بیفتی؟ خب حالا بگو. ما 4 برادر بودیم. من و ایرج و مزخرف نگو، به سوالای من جواب بده. سوال شما چی بود؟ پرسیدم از چه زمانی وارد این گروهک ضد انقلاب تروریستی شدی؟ البته من الان سر موضع نیستم، اما فکر میکنم باید برگردیم. کجا؟ برگردیم به خودمون. همه باید برگردیم. برای چی؟ ببینم چرا اینجوری شد. 1 دور از اول همه چی رو بررسی میکنیم. خب چرا اینجوری شد؟ بررسی کن. اعراب داشتن با هم متحد میشدن که به اسرائیل حمله کنن. اونجا رو بگیرن. اما آمریکا بازی رو عوض کرد و عربا ریختن تو ایران. قیمت نفت شکست و مزخرف نگو. اجازه دارم یه سیگار؟ بکش، اونقدر بکش که بترکی. بعدم بگو کدوم یکی از بمبگذاری یا کار تو بود. لحظاتی سکوت در خر و پف انسی اره شد. مامان گفت کاش یکی از بچه‌ها رو بیدار کنم که باش برم دستشویی. بگی بخواب بانو، چشم رو هم بذاری صبح شده. صدای مامان پچ پچه شد. نشنیدم. پدر گفت میخواستم اسم بچه‌هامو بذارم ایرج و سلم و تور. مرحوم اخوی دخالت کرد و به احترامش همه اسما رو اسلامی گذاشتیم. فقط ایرج شانومه ای شد. چهارمی رو چی میذاشتی؟ پدر بعد از سکوت کشداری گفت منوچهر یا شاید فرهاد. 5می گردآفرید، سودابه. نکنه هوس بچه کردی؟ و باز پچ پچه و نجوالای دندان لرزهای من ساییده شد. میترسیدم اگر بر نگردم نفسم بند بیاید. به یک حرکت تماماً برگشتم و رو به پنجره خوابیدم. شبحی که از پدر در ذهنم ساخته بودم در نور ماه پنجره آبی شده بود. آبی و بی حرکت. مامان داشت پنجه‌اش را در موهای بلندش عبور میداد. هوا گرم بود و من سخت تشنه بودم، اما چشمهام را بستم و درست در لحظه‌ای که پدر داشت برای خودش آب میریخت من آرام خوابیدم. مهدوی گفت چرا برگشتی؟ چرا برگشتم؟ خیال کردم در خانه کاهگلی میگون خوابیدم و در پچ پچ ها دارم تلاش می کنم که دوباره برگردم. نمیدانستم که 30 سال از آن روزها گذشته است. 2 از آن بچه ها سرخوش برای ابد خوابیده اند. نه، اصلا نیستند که خوابیده باشند. خاک شدند. گفتم مگه استخون آدم زیر خاک میشه؟ باید از یه متخصص بپرسی. مجید جواب سوال منو بده. اگر خاک نشود که حتما تا چند سال دیگر کره زمین می شود انبار استخوان و جمجمه. مهدوی گفت
از دید تو چه کسایی؟ آلمانی‌ها یک فولکس قورباغه ساختند که گرفت همه دنیا، هر جا بروی آن را می‌بینی. فرانسوی‌ها هم رفتند ژیان ساختند که ترتر کند و آبروی آدم را ببرد. زندگی در غربت ساده نیست، به خصوص وقتی که احساس کنی دیگر نمی‌توانی برگردی. اوایل که زبان نمی‌دانی خیلی چیزها را نمی‌فهمی، لبخند می‌زنی و از کنارشان می‌گذری. بعدها این نیش و کنایه ها آدم را دیوانه می‌کند. ناچار می‌شوی یک بادمجان زیر چشمشان بکاری. فنلاندی ها البته وضعشان از همه خرابتر است. 6 ماهشان روز است، 6 ماهشان شب. شما فکر کنید زمستانها چقدر بدبختند. تاریکی مطلق است و آنها پشت پنجرهشان نورهای زرد فسفوری کار گذاشته‌اند که ساعت 8 صبح وقتی با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار میشوند، اول میروند نور زرد پنجره را روشن میکنند، بعد پرده کرکره را بالا میدهند و توی دلشان میگویند اوه چه روز آفتابی دلانگیزی. مهدوی گفت و بعد هیچ. تمام تابستان بعد بنایی داشتیم. مدرسه که تمام شد همان هفته اول تعطیلات با ماشین دوچه آجری رنگ پدر به میگون رفتیم و آن تابستان را زیر دست عمله ها و بناها در خاک و خل گذراندیم. مامان موظف بود غذای کارگرها را بدهد که نمکگیر شوند و تندتر دیوارها را بالا بیاورند. آخر تابستان که برمیگشتیم خانه آماده بود با روکاری از سنگ توستی و آن پله های جلوی عمارت، همان پله هایی که سالها بعد به مناسبت آزادی ایرج با گلدانها تزیینش کردیم و نشستیم که عکس بیندازیم. پدر دور ساختمان چرخید و گفت نگاه کن بانو، ضد زلزله است، تماما بتونارمه، بمبم بهش اثر نمیکنه. مامان گفت شب آخری شام چی برات درست کنم فریدون؟ و تمام زنانگیش را در یک حرکت مو و سر نشان داد با گوشه های تنگ شده چشمهاش. پدر گفت من که میدونی هر چی باشه میخورم. بگو چی بیشتر دوست داری؟ نان. برگشتم و نور تندی چشمهام را زد. مهدوی گفت بر نگرد احمق. و پیش از آن که ببینمشان چیزی مثل مشت توی شقیقم نشست که تمام جمجمه‌ام را سوزاند. گفتم آخ. یک نفر گفت شاخ. عده‌ای با صدای بلند خندیدند. توپ ماهوتی دوم توی بینیم خورد که تمام صورتم را داغ کرد. دستهام بی اختیار حرکت کرد. وقتی بینیم را لمس کردم دستهام پر از خون بود و قطره ها همین جور می چکید. سرم را پایین گرفتم و از بالای عینک سعی کردم ببینم چند نفرند، اما نورافکنها تند میتابید و آنها داشتند از اتاق بیرون میرفتند. حال تهوع داشتم و دلم میخواست بالا بیاورم. مهدوی گفت مگه نگفتم برنگرد؟ پژواک صداش تکرار شد. چه برگشتی؟ گفتم یکی از این آقایون یه جاسویچی دستش بود. پژواک صدای خودم را شنیدم. چرا اینجوری شد؟ یک دستمال سفید آمد به طرف صورتم. مهدوی گفت بگی. دستمال را گرفتم و به بینیم بردم. صدای آکاردئون می آمد. سلام عبدالناصر. صدای وزش باد در درختچه های سرمازده سوت می کشید و با صدای آکاردئون عبدالناصر قاطی می شد. چشم باز کردم که ببینمش. آسمان سفید بود و او در حاشیه جاده سوت زنان آکاردئون می نواخت و می گذشت. واسه کی می زنی؟
درد نداشتم، سردم نبود، بی خیال و راحت خوابیده بودم و داشتم دست هام را به جیب شلوارم می بردم که یک دست بیلیارد تمیز بازی کنم. خانم یونگمن جیغ کشید: خواهر! شاید کسی از جلوی اتاقش گذشته بود. دوباره جیغ کشید: خواهر! آقای پرستار گفت: من خواهر نیستم. خانم یونگمن گفت: خواهر، میخوام برم خونه خودمون. لخت مادرزاد از اتاقش بیرون آمد و در راه رو شروع کرد به راه رفتن. لاغر و چروکیده، با پوست آویزان شده، دستهاش را از هم گشوده بود و با خودش حرف میزد. چقدر صداش اذیتم میکرد. شبها نمیتوانستم بخوابم. در طول 4 سالی که در آسایشگاه بودم هیچ چیزی به اندازه این صدا آزارم نداد. لابد دنبال خواهری میگشت که من خاطره‌ای از او در ذهنم نیست جز اینکه یک بچه ناقص الخلقه زایید. اما خودش خیلی خوشگل بود، زود باور و ساده و خوشگل. یک بار بهش گفتم: میخوای ازت آدم برفی درست کنم؟ گفت: آره. وسط حیاط بزرگمان سیخ و صاف ایستاد و من با پارو برف ها را بردم کنار. چکمه هم پوشیده بود که پاهاش یخ نکند. بی حرکت به من نگاه میکرد که برف ها را دورش مثل یک کوه بالا می بردم. گفت: چی کار داری میکنی مجید؟ دارم انسی برفی درست میکنم. به من کلک نزنی. نه، یه آدم برفی خوشگل درست میکنم که خودت حس کنی. کارم که تمام شد گفتم: حالا داد بزن مامان بیاد یه عکس یادگاری ازت بگیره و ببینه که چقدر احمقی. سعی کرد با دست برفها را پس بزند اما زورش نرسید. لای کوه برف گیر کرده بود و تنها سرش بیرون بود. بعد هم سرما خورد و تب کرد. گفتم: مامان ببرش دکتر. تلفن خشخش کرد. من تازه به آلمان رسیده بودم. تو فکر میکنی نمیبرمش؟ هفته 2 تا دکتر عوض میکنم. ولی داوود میگه اصلا مهم نیست. من انسی خانم رو که فقط به خاطر قشنگیش نمیخوام، برای اصالتش میخوام. عجب آدم نازنینیه. خب انسی هم قشنگه، فقط تن و صورتش لک و پیست داره. عوضش 2 تا کامیون بزرگ جهیزیه برد. مامان وای به روزی که اون کامیونا برگردن. و من نفهمیدم که کامیون ها کی برگشتند. بعدها مامان گفت: یه هندونه فروش بود، پدرت زیر بالشو گرفت. حالا واسه خودش از سران میدون تره باره. یکی از گنده ها، یکی از مؤتلفه. واسه کی میزنی؟ عینک ته استکانی گفت: میدونی چند هزار پزشک و استاد دانشگاه و متخصص و تاجر موفق توی خارج از کشور داریم؟ مردم اومدن زحمت کشیدن و آدم شدن، نه مثل تو کونگوشا که فقط زر میزنی. ولم کن. خانم یونگمن گفت: خواهر. با اینکه سریع گذشته بودم از لای در مرا دیده بود. دلم براش سوخت و برگشتم. به اتاقش رفتم و نزدیک تختش ایستادم. از جاش بلند شد، لباسهاش را تند تند در آورد و گفت: خواهر. چیزی بین رویا و فخری. موهاش مثل رویا صاف بود که آن را پله پله کرده بودند با جعد درشت که پیچ و تاب میخورد روی شانش. و گونه های برجسته فخری، آن هم درست زمانی که غمگین بود و میخندید. چیزی بین رویا و فخری. خواهر من خوب میشم؟ گفتم: من خواهر نیستم، لباستونو بپوشین. خودش را برام لوس کرد، سنگین پلک زد و لبخند زد. خواهر میخوام به خونم برگردم.
زل زدم به چشمهاش، خواستم بگویم باید با پرستار حرف بزنی، اما او دوباره جمله‌اش را تکرار کرد. گفتم چرا اینجوری شدی؟ گفت خوردم زمین، توی آشپزخونه خیس خوردم زمین. داشت به طرفم می آمد. بینی بزرگی داشت با صورتی پلاسیده و چشمهای درشت. موهای سفیدش را از دو طرف براش پف می کردند و فر می دادند که کمی از پیریش بکاهند. هفته 3 بار هم ملاقاتی داشت، اما هیچ نوری در چشمهاش نبود. خواهر من خوب میشم؟ چرا که نه. خواهرم میگه هیچ وقت. آمد جلوتر و دست انداخت به گردنم. مرا به طرف خودش کشید و لبش را کج کرد با چشمهای حشری چندشاور. من زنگ را فشار دادم. دیگر هیچ چیزی وجود نداشت. یک مشت گذاشتم توی بینیش و تند از اتاقش بیرون دویدم. پیش از اینکه پرستار لندهور به راهرو برسد از پله‌ها پایین رفتم. در پاگرد 3 صدای جیغ و ناله های خانم یونگمن می آمد. کاش بر نمی گشتم. در پاگرد 4 صدای پرستار را شنیدم. خم شده بود و با انگشت به من اشاره می کرد. آهای مجید قورباغه. قوار قوار. حرومزاده برگرد. کاش بر نمی گشتم. حالا چه جوری برگردم؟ به پله ها نگاه کردم و خیال کردم دارم میروم بالا. سبک میشوم و میروم بالا نزدیک ابرها. ایرج گفت همه چیز با یه اهانت شروع شد. با همون همه پرسی اول. جمهوری اسلامی آری یا نه؟ بنیان این همه پرسی اهانت بود. کتاب را برداشتم میخواستم آن را بخوانم، اما چشمهام سنگین میشد و خوابم میآمد. انسی گفت داداشی مجید نمیری یه وقت؟ اسد از پشت شانه‌اش ترک کشید و گفت خدا نکنه بچه زبونتو گاز بگیر. و برای من شکلک در آورد. سرخک گرفته بودم و از تب می سوختم. مامان پاشویم می کرد. سعید 2 زانو نشسته بود و به دستهای مامان نگاه می کرد که چجوری تند و تند حوله را در آب یخ می چلاند و می گذارد دور پاهام. فخری همه آمده بود عیادت. روی صندلی نشسته بود و چادرش را از سرش سر داده بود که من نگاهش کنم و کیف کنم. گاهی هم یک لبخند می زد و سعی می کرد سر حرف را با مامان باز کند. راستی چیزه خانم، مگه مجید بچگیاش سرخک نگرفته بود که حالا وقتی بقیه سرخک گرفتن مجید رفته بود سنگسر پیش پدر بزرگش. آها. و یک لبخند دیگر پاشید توی صورتم. مامان گفت امشب تولد حضرت فاطمه است. میخوایم آش فاطمه زهرا بپزیم. فخری هم کمک میکنه. البته. با ناز لبخند زد و به من نگاه کرد. آن شب فخری خانه ما ماند. یک بار وقتی چشم باز کردم دیدم حوله خیس را روی پیشانیم گذاشته و دارد نگاهم میکند. اوه داری میسوزی پسر. صداش توی سرم پیچید. زودتر خوب شو بریم کوچه برلن. گفتم نه کوچه برلن نه. خندید. کوچه برلن راسترسکی. کی؟ وقتی حوله را در لگن آب سرد غوطه میداد و میچلاند علنگوهای تلاش میآمد پایین و او دوباره آنها را میبرد بالا. گفت هر وقت خوب شدی. مامانم کجاست؟ همه توی آشپزخونه‌ان. مامان منم اومده. دم صبح میام صدات میکنم که جای پنجه حضرت فاطمه رو ببینی. یعنی چی؟ مگه نمیدونی وقتی آش فاطمه زهرا رو پختن سیرداغ و نعناداغ میدن روش، در دیگ رو میبندن، میرن تا صبح دعا میخونن.
صبح سحر که در دیگو باز میکنن اگه جای پنجه حضرت فاطمه روی آش مونده باشه نذرشون قبول شده، کاسه کاسه پر میکنن و برای همسایه ها میبرن، وگرنه هیچی. یک بار دیگر حوله را گذاشت، بعد با کف دست چند بار پیشانیم را نوازش کرد و گفت من باید برم، شک نکنن یه وقت. آن وقت خم شد و صورتم را بوسید و تند از اتاق بیرون رفت. من داغ شدم و چنان تب کردم که در خواب و بیداری دیدم آفتاب تندی بر دیوار روبروم پهن شده و دکتر شیخ الاسلام دارد معاینه‌ام می‌کند. آدم شوخی بود و هی نوک بینیم را می‌چلاند. کلاس چندمی؟ نهم. چند سال رفوزه شدی؟ هیچی. مامان گفت آقای دکتر بی‌انصافی نکنید، مجید من جزو شاگرد اولاست. دکتر چشمک زد. غلط کرده، حالا یه آمپولی بهش بزنم که سیبیل باباش رو چنگ بزنه. و دست به کار شد. همین جور که سرنگ را پر می کرد گفت فریدونم که هر وقت مریض باشه سراغ آدمو میگیره. مامان گفت گرفتاره، شما که بهتر میدونید، صبح میره تا خوش به حالش به خدا. پیش رو گرفتی که کجا میره؟ پس چی؟ آب بی اجازه من نمیخوره. بهش بگو پیش از این که شکل لاستیک بشی سری هم به من بزن بدبخت. داشت هوای داخل سرنگ را رد می کرد. به من نگاه کرد و خیلی جدی گفت تو درس بخون که مثل بابات لاستیکی نشی. برگرد ببینم. من برگشتم. دکتر آمپول دردناکی به هم زد و تا آمدم برگردم رفته بود. باز تب کردم و در خواب و بیداری دیدم همه دورم جمع شدند. مامان دعا می‌خواند و به من فوت می‌کرد. فخری حوله روی پیشانیم می‌گذاشت و انسی توی بغل مادر فخری لمیده بود. اسد و سعید هم کنار رخت خوابم دو زانو در سکوت فقط نگاهم می‌کردند. فخری دستش را به پیشانیم گذاشت و گفت کمی خنک‌تر شده و به مامان نگاه کرد. مامان دعاش را قطع کرد و گفت از دیشب به حالا فخری چند بار پاشویش کرده. اومدیم دنبالت که جای پنجه حضرت فاطمه را روی آش ببینی. ولی مامان سرواژه می کردی. توی تب می سوختی و حرف می زدی. اسد گفت چیزایی می گفتی که آبروت رفت بیچاره. چی گفتم؟ مامان گفت اذیتش نکن. دروغ میگه مامان. ما که نمیفهمیدیم چی میگفتی. هذیان نبود. انگار داری با دوستت حرف میزنی. به فخری نگاه کردم. پنجه حضرت فاطمه رو دیدید؟ آره خیلی قشنگ بود مجید. حیف که نتونستی بیای. صداش در سرم پیچید. نذر شما قبول شد. گفتم چه خوب. همه زدن زیر خنده. کله هاشان تکرار شده بود و صدای خنده قطع نمی شد. گفتم مامان ایرج کجاست؟ دانشگاه. و پژواک صداش گفت ایرج من عاشق پرتقال بود. خبر فقط در 2 روزنامه تکراری درج شده بود. روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه و روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خبر را اینطور نقل کرده بودند: یک فراری پناهنده شده به نام مجید امانی که 13 سال به نامهای مستعار بصیر پیروزیان، منصور رهبر، عباس سماوات، بکتاش گیلانی و شیدا برفابی در آلمان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی دست به اقداماتی زده بود، پس از 4 سال زندگی در یک تیمارستان قدیمی شهر آخن
صبح روز یکشنبه 12 فروردین 1375 در روستایی نزدیک شهر سیواس ترکیه خودکشی کرد. مجید امانی از عوامل گروه‌های بمبگذار و ضد امنیت ملی بود که با زدن رگ‌های خود نزدیک مرز ایران به زندگی خود خاتمه داد. به گفته مقامات آگاه وزارت خارجه احتمال می‌رود تروریست نامبرده به خاطر اختلافات ایدئولوژیک به دست اعضای گروهک سیاسی خود به قتل رسیده باشد. اما از سوی دیگر پلیس امنیتی ترکیه فاش ساخت که فرد مزبور از یک آسایشگاه روانی شهر آخن آلمان گریخته و قصد ورود مخفیانه به خاک ایران را داشته است. یک مقام بلندپایه وزارت اطلاعات و امنیت به همراهی گروهی از کارشناسان آن وزارتخانه برای بررسی بیشتر این ماجرا روز دوشنبه عازم ترکیه شدند. روزنامه ها را گذاشتم زیر متکا، نگاهی به دریچه انداختم، پتو را روی سرم کشیدم و چشمهام را بستم. چکش فولادی در جمجمه‌ام می گفت دینگ دانگ، الله اکبر، دینگ دانگ. ارتعاش صدای ناقوس تعادلم را به هم می ریخت. با دو دست آن طناب کلفت را چسبیدم، جفت پا خودم را کوبیدم به دیوار. دینگ دانگ. از این دیوار به آن دیوار. ما شاید همه چیز با یک افسانه سنگسری آغاز شد. آنها 7 برادر بودند و یک خواهر. مادرشان مرده بود و پدرشان آدم ستمگر و سختگیری بود که شب و روز بچه‌هاش را آزار میداد، کتکشان میزد، حقشان را میخورد، حتی نان را هم از آنها دریغ میکرد. هرچه آنان بیشتر کار میکردند، پدر رفتارش وحشیانه تر میشد و روزگارشان را سیاه تر میکرد، تا آنکه یک روز کتک سیری به آنان زد، از خانه بیرونشان کرد. 7 برادر و یک خواهر به راه افتادند. آنقدر رفتند تا رسیدند به دهی که پیرزنی داشت جلوی خانه‌اش به بزش علف میداد. تا آنها را دید گفت الهی قربونتون برم، شما کی هستید؟ مثل ماه تابون توی این شهر غریب. آنها گفتند ما 7 برادریم و یک خواهر. پدر ما را زده و از خانه بیرون کرده، دنبال تقدیرمان می رویم. پیرزن از علف دادن به بزش دست کشید و گفت ای وای، کجا میرید بی کفش؟ من اینجا تنها و غمگینم. یکی از برادرها رو به من بدید، منم از پوست بزم برای شما کفش میدوزم. آنها گفتند پا برهنه می رویم، اما هیچ وقت از هم جدا نمی شویم، و به راه ادامه دادند. رفتند تا رسیدند به دهی دیگر. پیرمردی دیدند که جلوی خانه‌اش نشسته بود و نخ می ریسید. تا آنها را دید گفت الهی قربونتون برم، شما کی هستید؟ مثل خورشید رخشان توی این شهر غریب. آنها گفتند ما 7 برادریم و یک خواهر. پدر ما را زده و از خانه بیرون کرده، دنبال تقدیرمان می رویم. پیرمرد دست از نخ ریسیدن برداشت و گفت من اینجا تنها و دلگیرم، خواهرتون رو بدید به من براتون لباس می دوزم. آنها گفتند ما لباس نمی خواهیم و هیچ وقت هم از هم جدا نمی شویم، و باز به راه ادامه دادند. رفتند تا به دهی رسیدند. گرسنه و خسته بودند. زنی چاق دیدند که دیگی بر آتش داشت که آن را هم میزد. تا آنها را دید گفت الهی قربونتون برم، شما کی هستید؟ مثل ابر بهارون توی این شهر غریب. آنها گفتند ما 7 برادریم و یک خواهر. پدر ما را زده و از خانه بیرون کرده، دنبال تقدیرمان می رویم. زن چاق دست از هم زدن دیگش برداشت و گفت من اینجا تنهام و بیاورم، یکی از برادرها رو به من بدید، منم به شما غذا میدم. آنها گفتند ما گرسنه میمانیم ولی هیچ وقت از هم جدا نمیشویم،
و باز راه افتادند. رفتند تا به ده دیگر رسیدند. مرد لاغری دیدند که داشت پنبه میزد. تا آنها را دید گفت: الهی من قربونتون برم، شما کی هستید؟ مثل برگ خزون توی این شهر غریب. آنها گفتند: ما 7 برادریم و 1 خواهر. پدر ما را زده و از خانه بیرون کرده. دنبال تقدیرمان می رویم. مرد لاغر گفت: من اینجا تنهام و بی همسرم. خواهرتون رو به من بدید، منم به شما خواب میدم. آنها گفتند: این خواب بر ما حرام باد، ما هیچ وقت از هم جدا نمی شویم. و باز به راه افتادند و رفتند تا به جویباری رسیدند. خواهر که از خستگی و گرسنگی داشت هلاک می شد گفت: برادرا سردمه، دیگه نمیتونم پاهامو زمین بذارم، دیگه نمیتونم بیام. میخوام کنار این جویبار برم توی خاک، بلکه قدری آروم بگیرم. خواهر که رنگ به رخسار نداشت و از خستگی نمیتوانست چشمهاش را باز نگه دارد گفت: برادرا خدا نگهدار. رفت توی زمین و بوته گل سرخ شد با 1 گل سرخ قشنگ. برادرها که از نبودن خواهر گریان بودند و از بیپناهی نالان گفتند: نمیخواهیم بی خواهر بمانیم، نمیخواهیم. به زمین فرو رفتند و جای هر کدام درختی رویید: چنار، سپیدار، نارون، بید، افراز، سرو، صنوبر، 7 درخت بیبر. دیری نگذشت که پدر جای خالی بچه‌هاش را احساس کرد. در غم تنهایی و بی فرزندی به فکر فرو رفت. دیگر یاوری نداشت که کشتزارهاش را آبیاری کند و زمین را ورز بیاورد. کسی نبود که به گاو و گوسفند علف بدهد و برای مرغ و خروس‌ها دانه بریزد و هیچ کس آن خانه بزرگ را جارو نمی کرد. دیگر دودی هم از اجاق بلند نشد. کشتزار خشکید، حیوانها از گرسنگی تلف شدند، دیوارها فرو ریخت و خانه خراب شد. پدر تصمیم گرفت که به دنبال بچه‌هاش برود، بلکه آنها را پیدا کند و برگرداند. سر به صحرا گذاشت و انقدر رفت تا رسید به دهی که پیرزنی جلوی خانه‌اش داشت به بزش علف میداد. گفت: 7 برادر و 1 خواهر ندیدی که از اینجا بگذرند؟ پیرزن همین جور که به بزش علف میداد با دست به راه اشاره کرد و گفت: اگر خون پادشاهان تمام نشده باشه. پدر راه را گرفت و رفت تا رسید به ده دیگر. پیرمردی دید که داشت نخ میریسید. گفت: 7 برادر و 1 خواهر ندیدی که اینجا بگذرند؟ پیرمرد همین جور که داشت نخ میریسید با دست به راه اشاره کرد و گفت: اگر از سرما یخ نزده باشن. پدر راه را گرفت و رفت تا رسید به ده سوم. زن چاقی دید که داشت دیگی را روی اجاق هم میزد. گفت: 7 برادر و 1 خواهر ندیدی که از اینجا بگذرند؟ زن چاق همین جور که دیگش را هم میزد با دست به راه اشاره کرد و گفت: اگر از گرسنگی تلف نشده باشن. پدر راه را گرفت و رفت تا رسید به ده چهارم. مرد لاغری دید که کنار پنبه هاش نشسته بود. گفت: 7 برادر و 1 خواهر ندیدی که از اینجا بگذرند؟ مرد لاغر با دست به راه اشاره کرد و گفت: اگر از بیخوابی دیوونه نشده باشن. پدر آنقدر رفت تا به جویبار رسید. 1 درخت گل سرخ دید و 7 درخت بیبر. فضای سرسبزی بود که پرنده های جور و جور آمده بودند، در لابلای شاخه ها لانه ساخته بودند. جویبار به راه خودش می رفت. آواز پرنده ها در صدای آب می غلتید و پروانه های رنگ و رنگ دور گل سرخ می چرخیدند. پدر بچه‌هاش را شناخت و دانست که همه این سرسبزی و شادابی کار آنهاست. از آن همه زیبایی حیرت کرده بود. به طرف گل سرخ رفت و گفت: دخترم،
چه گل قشنگی داری، میذاری گلتو بچینم؟ خواهر رو به برادرها کرد و گفت برادرها گل بدم یا ندم؟ برادرها گفتند گل نده، گل نده. پدر عصبانی شد، رفت گل را بچیند. از تن درخت خار رویید، دست پدر خونین شد. گفت حالا که دست پدرتو خونین کردی، گلتو میچینم. خواهر رو به برادرها کرد و گفت برادرها گل بدم یا ندم؟ برادرها گفتند گل نده، گل نده. پدر طاقت نیاورد و با عصبانیت گل سرخ را چید. خواهر مرد، برادرها پژمردند، سر در شانه یکدیگر گذاشتند و زار زار تا شب گریستند. شب که هوا تاریک شد، خواهر را توی یک تابوت گذاشتند و به آسمان رفتند. حالا اگر شبی به آسمان نگاه کنیم هستند. 4 برادر 4 گوشه تابوت را بر دوش دارند. 3 برادر پیشا پیش می روند و همه با هم می خوانند گل نده، گل نده. پایان. 1997 تا 1999 دورن، محله غم‌انگیز. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com